امیرالمومنین امام علی علیه السلام سرنوشت بدن انسانها پس از مرگ را اینگونه به تصویر می کشد. امام علی علیه السلام به عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان توصیه می فرمایند و به این نکته توجه می دهند که آنها از شما قدرتمندتر و دارای عمری طولانی تر بودند، اما می بینید که بعد از کاخنشینی و زندگی پرزرق و برق دنیا به چه روزی گرفتار شدند. آنها در میان گورهایی هستند که ساختمانش تنها با خاک برپا گشته و قبرهایی که به یکدیگر نزدیک است، ولی ساکنانش از یکدیگر دور بوده و فنا و فرسودگی آنها را در هم کوبیده و سنگها و خاکها جسمشان را خورده است. در حالی که بسیاری از ما دوست نداریم بدانیم برای بدن ما پس از مرگ چه اتفاقی می‌افتد، اما دانشمندان پزشکی قانونی و محققان این موضوع را بسیار جذاب می‌دانند، به طوری که آنها جزئیات این روند طبیعی را با دقت ثبت کردند. معمولاً مرگ با توقف عملکرد قلب شروع می‌شود. زمانی که این عضو حیاتی می‌میرد، تنفس فرد به زودی متوقف می شود و عملکرد مغز شما به دلیل کمبود خون و اکسیژن از کار می افتد. با این حال حقیقت امر این است که همه اعضای بدن شما به طور ناگهانی پس از مرگ نمی میرند، بلکه قسمت‌های مختلف بدنتان در زمان‌های متفاوتی می میرند. آنچه مسلم است این است که پس از توقف قلب جریان خون شما به طور کامل قطع می شود و بدن شما به رنگ بنفش و صورتی در می آید و بدن شروع به سرد شدن می کند. ساعت به ساعت پس از مرگ درجه حرارت بدن شما کاهش می یابد تا زمانی که دمای بدنتان به دمای محیط برسد. پس از 2 تا 6 ساعت پس از مرگ بدن کاملا سرد و سفت می شود. همان زمان با سرد شدن و قطع جریان خون سلولهای بدن اکسیژن خود را از دست می دهند و کم کم همه سلولها می میرند. دانشمندان امروزه معتقدند سلولهای مغز بلا فاصله پس از مرگ متلاشی نمی شوند، بلکه ساعتها پس از مرگ طول می کشد تا نورونهای مغز از بین رفته و در نهایت مغز به طور کامل بمیرد. فرایند نابودی جسد مرحله به مرحله پیش می رود و زمانی که سلولهای بدن می میرند، سلولها آنزیمهای خود را آزاد می کنند که باعث می شود باکتریها و قارچها جذب بدن شوند و شروع به تجزیه گوشت و اندامهای نرم بدن کنند. پس از تجزیه بخشهای نرم بدن نوبت به تجزیه اسکلت استخوانی بدن می رسد که سالهای بسیاری طول می کشد تا تجزیه شده و به طور حدودی پس از 50 سال پس از مرگ استخوان‌ها نیز ناپدید می‌شوند. امیرالمومنین امام علی علیه السلام نیز می‌فرمایند با چشم دل و گوش عقل می‌توان حال مردگان را مشاهده کرد و سخنانشان را شنید. مردگان می‌گویند چهره‌های زیبای ما زشت و پژمرده شد و بدن‌های نرم و نازکمان از هم متلاشی گشت و تنگی قبر ما را در فشار قرار داد و ترس را از یکدیگر به ارث بردیم و خانه‌های خاموش قبر بر ما فرو ریخته است. زیبایی‌های بدن ما محو شده و نشانه‌های شناسایی چهره ما دگرگون گشته و اقامت ما در این خانه‌های وحشت طولانی شده است. و اما اتفاقاتی که بعد از مرگ برای بدن انسان‌ها می‌افتد افسانه‌ای در بسیاری از مردم کشورهای دنیا رایج است که مو و ناخن پس از مرگ به رشد خود ادامه می‌دهند، در حالی که این درست نیست. این موضوع در اغلب مردم باعث ترس بسیاری شده. در واقع حقیقت آن است که با قطع جریان خون پوست رطوبت خود را از دست می‌دهد و این کمبود رطوبت باعث می‌شود پوست شروع به چروکیده شدن کند و در مورد مو و ناخن نیز همین مورد صادق است و فولیکول‌های مو و سلول‌های ناخن همینطور از بین می‌روند. بافت‌های عضلانی بدن پس از مدت کوتاهی پس از مرگ هنوز زنده هستند. عضلات که جزئی از بافت‌های بدن هستند در زمانی که می‌میرند باعث ایجاد عکس‌العمل‌های ناگهانی در آن عضله می‌شوند. بسیاری از پزشکان و پرستاران گزارش کردند رفلاکس‌های مانند پریدن عضلات چشم و منقبض شدن ماهیچه‌ها از بدن فرد مرده دیده‌اند. بنابراین تحقیقات این واکنش‌ها تا 12 ساعت پس از اینکه یک جسم می‌میرد ادامه دارد. همچنین به دلیل آنکه پس از مرگ عضلات و بخشی از مغز که کنترل عضلات را به عهده دارد از کار می‌افتند، به همین دلیل
کنترل ادرار و مدفوع نیز دیگر به دست مغز نیست و به همین دلیل در برخی از اجساد پس از مرگ ادرار و مدفوع دیده شده. پس از مرگ حتی به دلیل از کار افتادن عضلات روده ممکن است گازهای روده نیز از بدن خارج شود. با توجه به زمانهای متفاوت مرگ اعضای بدن، سلولهای پوست مدت طولانی‌تری پس از مرگ زنده مانده و همچنین زنده ماندن پوست به محیط مرگ نیز وابسته است، زیرا سلولهای پوست می توانند مواد محیط را جذب کنند، اما در حالت عادی روزها طول می‌کشد تا پوست از بین برود. گاهی اوقات صداهای ترسناک از بدن مرده شنیده می‌شود. بسیاری از پرستاران و مسئولین بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌ها گزارش کردند که پس از مرگ یک فرد ناله، صدای تنفس و حتی حرف‌هایی را از مرده شنیدند و در برخی موارد پرستاران به پزشکان اعلام کردند که فرد دوباره نفس می‌کشد، اما حقیقت این است که عضلات تارهای صوتی بدن پس از مرگ سفت می‌شوند. به همین دلیل این صداها از جسد شنیده می شود. اتفاقی بسیار ترسناک نیز ممکن است در موارد نادر رخ دهد و آن تولد از بدن یک انسان مرده است. در 2 دهه گذشته 2 مورد عجیب و غریب از زایمان پس از مرگ ثبت شده که در حقیقت جزئیات آن این است که جنین مرده به دلیل فشار گازهای شکمی بدن مرده و به دلیل از کار افتادن عضلات از بدن مرده خارج شده که اولین بار پزشکان آلمانی با این موضوع برخورد داشتند. اولین بار در سال 2005 در هامبورگ جسد یک معتاد 34 ساله را که در ماه 8 بارداری بود در آپارتمان پیدا کردند که سر جنین تا حدی بیرون زده بود که پس از کالبد شکافی مشخص شد هیچ نشانه‌ای از خشونت‌های خارجی قبل از مرگ و یا هیچ نشانه‌ای از زایمان یا سقط اختیاری وجود نداشته است. همچنین در سال 2007 مورد دیگری نیز گزارش شده که یک زن 23 ساله هندی که بیش از 8 ماه از بارداری او گذشته بود خود را حلق‌آویز کرده بود و بدن نوزاد زنده او بر روی زمین افتاده بود و هنوز بند ناف نوزاد به بدن مادر متصل بود. بعد از اینکه میت را دفن کردند، پوسیدگی بدن شروع می شود و بدن شروع به تجزیه و مایع شدن می کند. پوست جسد تاولهایی میزند و جسد به بیماری پوستی مبتلا نشده بلکه فقط پای طبیعت در کار است. در این مرحله پوست به قدری شکننده و کم آب است که هر لمس کوچکی باعث ریزش آن می شود. سپس گازی که در اثر تجزیه بدن ایجاد می شود نه تنها باعث نفخ بدن می شود بلکه بسیار بدبو نیز هست، چرا که باکتری ها از بافت ها و اندام های بدن تغذیه می کنند و این واکنش گازی بسیار بدبو ایجاد می کند که در نهایت از بدن خارج می شود. امام علی علیه السلام می فرمایند حشرات موذی در قبر پوست تن او را از هم می شکافند و سختی های گور بدن او را می‌پوساند. گذشت شب و روز نشانه های او را از میان بر می دارد. بدنها پس از تراوت پژمرده و دگرگون می شوند و استخوانها بعد از توانایی و قدرت می پوسند و متلاشی می شوند و در این حال ارواح در گرو مسئولیت سنگین اعمال خویشند و در آنجا به اسرار نهان قیامت که در آن شک داشتند یقین حاصل می کنند و از همه دردناکتر این که نه بر اعمال صالحشان چیزی افزوده می شود و نه از اعمال زشتشان می توانند توبه کنند و دیگر لحظه پایان راه زندگی و لحظه بیگانگی ابدی و جدایی مطلق از این جهان است. در حکمت 130 نهج البلاغه آمده است امام علی علیه السلام در بازگشت از جنگ صفین در کنار قبرستانی خطاب به مردگان فرمودند: ای ساکنان خانه‌های وحشتناک و سرزمین‌های خالی و قبرهای تاریک، ای خاک نشینان، ای غریبان، ای تنهایان و ای وحشت زدگان، شما در این راه پیشگام ما بودید و ما نیز به دنبال شما خواهیم آمد، اما خانه‌هایتان را دیگران ساکن شدند، همسرانتان اگر جوان بودند به نکاح دیگران در آمدند و اموالتان میان ورثه تقسیم شد. اینها خبرهایی است که نزد ماست. نزد شما چه خبر؟ آگاه باشید اگر به آنها اجازه سخن گفتن داده میشد به شما خبر میدادند که بهترین زاد و توشه برای سفر آخرت تقوا و پرهیزکاری است.